الو، سلام علیکم. من میخواستم بگم که به مردم، به آخوند، به روحانی شیعه اعتماد نکنید. گول حسن روحانی و خامنه‌ای و خمینی رو نخورید. اینا همهشون از یه آخر دارن میخورن و اینا همه آمدن اسلام و قرآن رو خراب کنن، قرآن و پیغمبر رو خراب کنن. و تا الان هم کارشون خیلی درست انجام دادن، ولی از الان به بعد نمیتونن، چون مردم خیلی هوشیار شدن. مردم امثال منافقای امثال حسین علی شهریاری رو خیلی خوب شناختن. مردم زابل خیلی آگاهن، میدونن که رگ و ریشهشون با همین بلوچای. من از کارشناس برنامه میخوام فقط بگی چرا آقای شهریاری این همه میخواد فتنه ایجاد بکنه و چرا ما شیخ الاسلام مولوی عبدالحمید این همه اینو درنگ و تحمل میکنه. از شما میخوام ما جواب بدید. متشکرم از شما. خدا حافظ.